بیت بسیار مشهوری که خیلی وقتا هم بد فهمیده شده: پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. سخت اینجا یعنی بسیار، یعنی پای کسی که تنها ابزار ادراک و شناختش استدلاله، این پا چوبیه. سلام دوستان، میریم سراغ بحر 55 با نام و یاد خدا. داستان پیر چنگیه و این حکایت رو در خلال داستان مولانا نقل کرد: نالیدن استن حنانه، و رسیدیم به بیت 2130 که هر که را باشد ز یزدان کار و بار، یعنی کار و بارش از یزدان باشه، از جانب خداوند مورد تایید باشه، یافت بار آنجا و بیرون شد ز کار. بار یافتن یعنی اجازه حضور در جایی پیدا کردن. مثلا میگیم بارگاه. بارگاه جاییه که بار میابیم و به حضور کسی بزرگی میرسیم. هر کسی که بار یافت یعنی اجازه حضور یافت به درگاه خداوند، یعنی محرم شد. یافت بار آنجا و بیرون شد ز کار. اگر کسی به اونجا راه پیدا کرد، از کار بیرون شد، یعنی از کار این جهان فارغ شد، یعنی کار این جهان رو از رو دوشش برداشتن، بار این جهان رو از رو دوشش برداشتن، دیگه دغدغش با بقیه یعنی متفاوت میشه. آنکه او را نبود از اسرار داد، کی کند تصدیق او ناله جماد. اگر کسی از اسرار داد نداشته باشه، یعنی اسراری به او نشان نداده باشند، به او از این عالم خبری نداده باشند، یعنی از اون عالم خبری نداده باشند، کی کند تصدیق او ناله جماد. خب توی حکایت پیش استن حنانه که در مسجد بود، وقتی که دیگه یه دونه منبری ساختن، این شروع کرد ناله کردن دیگه. میگه این ناله اصلا برای اونا قابل درک نیست. اونا میگن مگه میشه یه دونه مثلا چوب شروع کنه ناله کردن؟ بعد میگه گویه داری. میگه بعضی وقتا توی جمع قرار میگیره، تو جو قرار میگیره، برای اینکه دیگران تاییدش کنن، مورد تایید اهل دل قرار بگیره، ممکنه از این حرفای قشنگ هم بزنه و این حرفا هم تایید بکنه. گویه داری نز دل بهر وفاق، تا نگویندش که هست اهل نفاق. تا یعنی برای اینکه گر نیندی واقفان امر کن فیکون، یعنی کسانی که واقفند به مشیت الهی، در جهان رد گشته بودی این سخن. اگر یک انسانهای واقف با رسوخی در این عالم نبودند و در واقع این اهل ظاهر تو این عالم فقط زندگی میکردن، دیگه در واقع این حرفا نه گفته میشد و نه شنیده. 100,000 زهل تقلید و نشان، اینا که اهل تقلید هستن، اینهایی که عقلشون اعتباری نداره، درسته که در ظاهر صاحب عقل میدونن خودشونو، چه بسا در عقل ظاهری اینا بسیار تیزبین و تیزرو هم هستن، افکندشان نیم وهمی در گمان. یعنی اینا با یه اشاره این ور اون ور میشن. چرا؟ چون اهل رسوخ نیستن، عقلشون راسخ نیست، اینا اهل استقرار نیستن، اینا جایی قرار نگرفتن که اینا با هر چیزی این ور میرن، با هر چیزی میرن اون ور. آنکه با بادی رود از جا خسی است، زان که باد ناموافق خود بسی است. هر روزی یه مودی میاد این بری، هر روزی یه مودی میاد اون بری، هر روزی در واقع یه چیزی شبیه استدلال عقلی میاد، اینا میگروند به اون، یکی دیگه میاد اینا میرن اون بری. یعنی پایه‌ای نداره اون باورهاشون، اعتقاداتشون، هر روز بالاخره به یه رنگی، به یک شکلی در میاد. به چه شکلی؟ هر چیزی که محیط داره بهشون تعارف میکنه. که به زن تقلید و استدلالشان قایم است و جمله پر و بالشان
شبهه انگیزد آن شیطان دون، در فتندین جمله کوران سرنگون. خیلی عجیبه. میگه اینا در واقع داره از آفت تقلید، از آفت کسی که عقلش با رسوخ نیست داره میگه اینا به راحتی از راه به در میشن. چرا؟ چون اصلا پایه‌ای نداره، مثل یک گیاه از ریشه کنده شده، یک گیاهی که اصلا ریشه‌ای نداره. همینجوری به هر صورت در واقع ریشه و پایه‌ای چون نداره مجبوره که از این ور اون ور تغذیه بکنه، هر چیزی که میاد تابع اون میشه. خلق را تقلیدشان در باد داد، که 200 لعنت بر این تقلید باد. بعد این بیت بسیار مشهوری که خیلی وقتا بد فهمیده شده از مولانا در واقع اینجا بهش اشاره میشه که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. سخت اینجا یعنی بسیار، یعنی پای کسی که تنها ابزار ادراک و شناختش استدلاله، این پا چوبیه. پای چوبی بی تمکینه. تمکین کردن، ببین پای ما از ما تمکین میکنه، یعنی میتونیم بدویم، میتونیم بپریم، 1000 تا کار میتونیم باش بکنیم. ولی شما فرض کنید که یه پا داشته باشی که فقط یه پای داشته باشی که چوبی باشه. این پای چوبی باشه چیکار میشه کرد؟ فقط خیلی مثل ربات مثلا، حالا این ربات‌های جدید هم که خیلی پیشرفتن، مثل ربات‌های قدیم، این فقط میتونه یه مسیرهای خیلی همواری رو به شکل خیلی سختی طی بکنه. بی تمکینه، یعنی خیلی در خدمت و اراده تو نیست، یعنی نمیتونی باش فوتبال بازی کنی. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. غیر آن قطب زمان دیده ور، که ثباتش کوه گردد خیره سر. کسی که یک مبنایی داره باورش، کسی که وجودش مستقره، کسی که به یک حقیقتی راه پیدا کرده، به غیر از اون استدلال، یعنی استدلال اگر در دست او باشه قابل استفاده است، میشه بر اون تکیه کرد. غیر آن قطب زمان دیده ور، یعنی بینا، که ثباتش کوه گردد خیره سر. پای نابینا عصا باشد عصا. این استدلال مثل پای نابیناه، اون چوبی که نابینا تو دستش میگیره. اینجا مولانا میگه نابینا، ولی حواسمون باشه این نابینایی حتما از نگاه مولانا نابینایی باطنه، نه ظاهر. یک این که کسی که نابینای ظاهر باشه که خب بالاخره خودش که مقصره در این چیزی که اتفاق افتاده نیست که. بنابراین چرا باید مولانا بیاد و از یک اشکال ظاهری استفاده بکنه و مثلا طعن بزنه به نفری که چشمش نمیبینه؟ مولانا همواره این کارو میکنه که از این مثال هایی که در زندگی روزمره است استفاده میکنه که یک چیز عمیقی رو به ما بگه. پس حواسمون باشه که دچار این خطا نشیم. پای نابینا عصا باشد عصا، تا نیفتد سرنگون او بر حصا. آدمی که نابیناست، اون کسی که هنوز دلش بینا نشده، اون از این عصا استفاده میکنه برای اینکه کورانه بتونه قدم بزنه، تو چاله‌ای نیفته، تو چوله‌ای نیفته، این ور اون ور از راه به در نشه. و الا نمیتونه باش خیلی کارای مثلا قله اورست رو نمیتونه اونجوری فتح بکنه. فقط کار خیلی پیش و پا افتاده و معموله که به وسیله این پای در واقع کاذب یا این پایی که ناچارن آدم تو دست میگیره استفاده میکنه. آن سواری کو سپه را شد ظفر، اهل دین را کیست سلطان بصر. سلطان بصر یعنی پادشاه بینایی، پادشاه بینا. اوست که میتونه، او که بیناست میتونه سوار اسبی بشه. اینجا حتما بینایی عقله، بینایی معنویه. او میتونه سوار این اسب بشه و دیگران رو هم، سربازای دیگه ای رو هم هدایت بکنه به دنبالش راه بیفتن. ولی آدم نابینا که نمیتونه بره فرمانده یک جنگ بشه.
با عصا کوران اگر ره دیده اند، در پناه خلق روشن دیدند. زندگی نابینایان، این آدمای کور دلی که در این دنیا هستند، حتی زندگی روزمره اونها هم در پناه انسانهای آگاه و بینای به باطنه. گر نه بینایان بودندی و شهان، جمله کوران مردندی در جهان. نه ز کوران کشت آید، نه درود، یعنی نمیتونن بکارن، نمیتونن درو کنن، نه امارت، نه تجارت ها و سود. گر نکردی رحمت و افضالتان، اگر خداوند به شما رحمت نمیکرد، افضال یعنی فضل نمیکرد، در شکستی چوب استدلالتان، اینم از دستتون خارج میشه. این عصا چه بد؟ قیاسات و دلیل، آن عصا که دادشان بینا جلیل. چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، آن عصا را خورد بشکن ای زریر. زریر یعنی نابینا. میگه عصایی به شما داده، گفته که آقا کورانه تو این راه برید. حالا تو که چشم نداری، لااقل این عصا تو دستت باشه که زمین نخوری. حالا تو چیکار داری میکنی؟ از این عصا به جایی که راه تو پیدا کنی، این عصا شده آلت جنگ و نفیر. نفیر هم مترادف جنگ اینجا، یعنی داری سوء استفاده میکنی ازش، تو سر و مغز دیگران میکوبی. چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، آن عصا را خورد بشکن ای زریر. کاش که نداشتی تو این رو، همینجوری سینه خیز میرفتی بهتر از این بود که یه عصایی هم به دستت بود. او عصاتان داد تا پیش آمدید، آن عصا از خشم هم بر وی زدید. یعنی این عصای عقل و استدلال رو گرفتی، تو فکر میکنی که با این عصایی که تو کورانه میتونستی راهی بری، زندگی تو بالاخره به سامان کنی، یه ابزاری بسازی، یه ماشینی بسازی، کار و کسبی را بندازی، زندگی دنیاییت رو به سامان کنی، اینو کردی ابزار جنگ و کشت و کشتار و علم دشمنی با خدا رو در واقع انگار برداشتی. حلقه کوران به چه کار اندرید؟ دیدبان را در میانه آورید. دامن او گیر کو دادت عصا، در نگر کآدم چه ها دید از عصا. این عصای دومی یعنی در واقع نافرمانی. ببین که آدمی زاد از نافرمانی چی دید، بعد پشیمون شد، بعد مجبور شد که ناله کنه و توبه کنه. معجزه موسی و احمد را نگر، معجزه موسی و احمد را نگر. چون عصا شد مار و استون با خبر. چجوری عصا تبدیل به مار شد و این استون حنانه که داستانشو گفتیم با خبر شد، یعنی در واقع دارای عقل و ادراک و آگاهی شد، سخن گفت. از عصا ماری و از استون حنین، حنین یعنی ناله. 5 نوبت میزنند از بهر دین. گر نه نامعقول بودی این مزه، کی بودی حاجت به چندین معجزه. چرا اگر این مزه یعنی این چیزها در نگاه عامه مردم نامعقول بود، نیاز به معجزه بود؟ یعنی از نگاه عقل ظاهری این نامعقوله که یک ستونی به صدا در بیاد یا یک عصایی به مار تبدیل بشه. هرچه معقول است عقلش میخورد. بله، یه سری چیزها قابل ادراکه برای عقل، عقلش میخورد یعنی عقل رو میپذیرد. بی بیان معجزه بی جر و مد. جر همون جزر و مد یعنی بدون دردسر، یعنی تا یه چیز معقولی رو میگی آدم عاقل قبول میکنه. پس چرا این همه عاقلی که این عقل استدلالی رو دارن این حرفا براشون سنگین دشوار، آدمایی که همشون به لحاظ این عقل بالاترین حد و رتبه رو دارن اصلا این حرفا رو نمیپذیرن؟ چرا؟ این طریق
بکر نامعقول بین، در دل هر مقبلی مقبول بین. این طریق بکر نامعقول یعنی مسیر نرفته، مسیر نابی که نامعقوله. از چه نظر نامعقوله؟ از اون عقل استدلالی نامعقوله. در دل هر مقبلی مقبول بین. اگر کسی مقبل باشه، خوش اقبال باشه، نیکبخت باشه، این براش مقبوله، اگرچه که معقول نیست. همچنان که از بیم آدم دیو و دد در جزایر در رمیدند از حسد. دیو و دد یعنی موجودات پلید در جزیره ها میرفتن و فرار میکردن، هم ز بیم معجزات انبیا سر کشیده منکران زیر گیا. حالا این زیر گیا سر کشیدن یعنی پنهان شدن، مثلا کپک و اینجور چیزها که وقتی شاهین میاد اینا میرن زیر این گیاه ها پنهان میشن که دیده نشن. ببینیم حالا منظور چیه. میگه اینا میرن زیر گیاه پنهان میشن تا به ناموس مسلمانی زیند، در تسلس تا ندانی که کیند. میگه اینا میرن خودشون رو، تو این ابیات قبلی هم گفت اینها گویه داری نزد دل بهر وفاق، تا نگویندش که هست اهل نفاق. اینا به ناموس میاد، یعنی در ذیل مسلمانی شروع میکنن زندگی کردن و خودشون رو مسلمان یعنی مؤمن جلوه دادن، در تسلس یعنی ریاکاری، تا ندانی که کیند همچو قلابان. قلاب کسیه که اهل تقلبه، یعنی یه کالای بدل رو برمیداره، یه چیز الکی رو برمیداره، یه لعابی از یه چیز اصل روش میذاره میفروشه. مثلا شما فکر کنید یه فلز بی ارزش رو یه لایه‌ای از طلا میذاره روش میفروشه به کسایی که به قول مولانا ترازو گر نداری پس تو را زو ره زند هر کس. یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. این همچو قلابان بران نقد تباه، نقد یعنی پول، تباه بیهوده بی ارزش، نقره میمالند و نام پادشاه رو یعنی سخنهای ارزشمند رو روی این میزنن تا اینکه مردم رو فریب بدن. ظاهر الفاظشان توحید و شرع، باطن آن همچو در نان تخم سرع. تخم سرع مثلا حالا گویا قدیم گیاهایی بودن که دونهشون شبیه دونه گندم بوده. چجوری بوده که قابل تشخیص نبوده، ولی وقتی که با گندم آرد می شده اون نون دیگه غیر قابل خوردن بوده، تلخ می شده یا مثلا آسیبزا می شده، بیماریزا می شده. فلسفی را زهره نه تا دم زند. این اصطلاح فلسفی که مولانا خیلی جاها فلسفی خود را ز اندیشه بکشت، گو بدو کو را سوی گنج است پشت. مولانا در ظاهر، حالا بعضیا میگن این فلسفه به طور کلی فلسفه است، بعضیا میگن نه، یک نوع تلقی از فلسفه رو مولانا باهاش یعنی فلسفه رایج و مرسوم زمان خودش رو یا یک فلسفه خاصی رو داره مورد طعن قرار میده و انکار میکنه. ولی در هر صورت حالا این بحث مفصلیه و جاش اینجا نیست که فلسفی را زهره نه تا دم زند دین حقش برهم زند. دست و پای او جماد و جان او، هرچه گوید آن دو در فرمان او. با زبان گرچه که تهمت می نهند، دست و پاهایش گواهی می دهند. این چیزی که از این ابیات پیدا میشه با توجه به ابیات بعدی که حالا انشاءالله تو جلسه بعد خواهیم خوند اون رو، در واقع این فلسفی از نظر مولانا هم شأن و هم رتبه ابوجهل که اهل انکاره، یعنی با عقل میخواد همه چیز رو باز کنه. میگه همه چیز معقوله، همه چیز به سرپنجه عقل باز میشه. و ما حالا انشالله در کوزه 56 میریم سراغ این داستان خیلی کوتاهی که درباره ابوجهل و بعد انشالله میریم به امید خدا سراغ باقی داستان پیر چنگی. سپاس از شما.